ماد بهترین رهشه به قول من. بریم سراغ ماد خفن. ماده رو بریزیم. فکر کنیم چه ماد فیزیک. منطق همینو میگه. من ماد فیزیک رو میخوام. اینتر برو بابا. ناس. خب مد نصب شد. بریم بزنیم تو ماینکرافت و خب درستش کنیم. درست داره میشه. خب وایسادیم که بیاد بالا. خب خوبه 2000 years later. سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیوی خبر. همه چیز تمام آقا. همونطور که دیده بودید از همون اول ویدیو ما افتادیم تو فکر اینه یه سری جدید خفن خوشگل ناناز بزنیم که بریم توش متفاوت باشه. یه چی به ذهنم خوردیم که بریم مود فیزیک بریزیم رو ماینکرافت، سری ماینکرافت سروایول بزنیم تنهایی. و اینم از این. چی شد؟ خب کرید the new world. امیدوارم من آره صفحه رو دارید میبینید. اوکی اومدیم تو مچ. الان یعنی همین فقط این مال نسخه چنده؟ یادم رفت مال نسخه چنده. فکر کنم 1.26. بله خوبه. نها کنید یه راهکار جالب از زیر بزنید کل درخت میریزه پایین. حال کنید. چه فکر راهکار میدم من. راهکار. من هدست نذاشتم موقع تا حالا. منطقی همه چیم منطق. کجا رفتم؟ خب اینم که خیلی راحت و ایزی زیرشو میزنیم. خیلی خوبه. سریع پیشرفت خودمون رو میکنیم. یعنی هیچی بدش کن. پیشرفت خود. من یه ذره موردش رو این فکرم ببرم. گوسفند امشب اسکرینم چرا لود نشده؟ نه من اسکرین خودم رو میخواست. خب اوکی اسکرینم لود نشده بچه ها. حالا برای بعدش اوکیش میکنیم. اینم بریزه. یه دونه کرفتیم به تیبل میخوایم درست کنیم. خیلی یه 64 تا شد. با اینم 4 تا. همین 4 تا یه کرفتینگ به تیبل بده ما. خوبه. کرفتینگ تیبل رو اینجا میذاریم. بعدش اینجوری ببخشید آجی. خب به تعداد زیادی از اینا میزنیم. اول یه دونه از اینا کلنگا یا به قول خودمون پیککس ها و یه دونه هم تبر مشل. اینو کارش نداریم ولی خب ما نگه هم داریم. و یه دونه هم ششمیر رو نمیدونم چرا ولی کارمون رو را مینداخت خودش به تنهایی. ولی الان بریم همه رو میکشیم. گوپسندا بیاین اینجا بینم. داخ بمیر جنازش فیزیک. پیداش کنیم. یه گوسفند دیگه. قارنوردی برامون خیلی آسونه. یه دونه رو میزنیم همه میریزه پایین. اگه مثل این چی باشه یا ابوالفضل گوسفند بمیر. گوسفند جات ما. خب بریم حیوان میمون بکشیم. بکشلو بمیر. تو گوسفنده با من لج داری یا کشتمش. وایس. بمیر مرد. بمیر مرد. فرار نکن.
حیوان کشتن اینقدر سخت بود؟ مرده شد. خب چقدر الان گوشت داریم؟ 3 تا این گوشت، 3 تا این گوشت. پیگ میخوایم، پیگ. مرغم پیدا کردیم. یس بمیرید مرغای کوچولو. مرغ اینقدر جون داشت. اینا مالو برداریم دیگه. چیکار کن؟ پیگ. آخه بمیر. مرد. تا اینجا ویدیو دیدی سابم کن. خب اوکی هیچ. ساب کنید حتما. لایک هم بزنیم برامون. کامنت نانازم بذارید. همین. چیز زیادی نمیخوای. یه مغر دیگه هم پیدا کردم. بمیرید. هیچکی اینجا زنده نمیمونه. اگرم میخواین این تموم شد. اگرم میخواین این مود خفن رو براتون بذارم، آموزش نصبشو لایک های این ویدیو رو به 10 تا برسونید. 10 تا کمه. کلی شد. همه رو بده. خب میریم ویلیج پیدا کنیم. ویلیج پیدا کردن امیدوارم آسون باشه. البته تو این نسخه. وای دیزرت من میگم بیاین. الان چقدر چوب داریم؟ 7 تا اینو 6 تا. یه ذره زیاد چوب جمع کنیم بعدش بریم تو به قول من صحرا مهرا. یه ذره خیلی زیاد چیز میز جمع کنیم. دیزر تمپل اگه پیدا کنیم که دایمندم نوش جونمون. بده. بده. تموم شد. خیلی منطقی. من دیگه گوشموش نمیخوام. خب من زیر اینا رو میزنم. بیا بعدش. اینا تا کنده بشه. من یه دونه گل بردارم برای خودم. یه جا به کارمون میاد دیگه. خب هنوز داریم؟ نه تموم شد. اینا بزنیم. چقدر تالا؟ چون 15 تا 12 تا. خوبه. من برم اول همه رو بزنم. نسل درختان رو منقرض میکنم. هار اصلا هم خنده نداره. خدا من آدم بیشوریم. همه چی رو بهم میبرم. از کجا اینا افتادم تو؟ اوکی. تموم شه. برگات شیخته. چیزی که تو آب نیفتاده. خود جون مادرش نه. غذا هم که آره اوکی. اونجا هم رفتیم فقط زامبیا نیام بگیرن زیرخ. خب خوبه. نسل اینجا رو منقرض کردم به تعداد زیاد. اینا ورم داریم میریم. خدافظ. غذا نیاز دارم. اول باید برم سنگ پیدا کنم. خوبه. اسکینم لود نشده ولی خوب. چقدر خوب. حاجی پشما موج داره. موج میگم موج های آب. چه خفن. حاجی پشمام. تا وقتی ما رو این میریم موجه رو میبینی؟ حاجی پشمام. برو بینم. اوکی. موجه بالا فقط با قایق بیشتر کیف. چرا نمید دبلیو دوبار دارم میزنم. برو. تا رسیدم به اونجا تو ساب کن. ساب کن. کردیم. ماشاءالله به تو. خب بریم اینجا تو غار. خیلی هم خوب. هیچی تو قاره نیست. از قاره منطق میباره. اول از زیر میزنم یا نه؟ خب حالا از اینجا، چون اگه از اونجا بزنم کل قار میاد دو سرم. خب مجبوریم اینجوری زیر بزنیم. خوبه. غذا بخورم من یه کوچولو. نه بذار فرنیس درست میکنم الان. نگاه کنید سرعت عمل.
اوکی. اینو نمیذارم بپزه. شماها برید اون زیر ببینم. شب و اینجا بمونم، تختم رو درست کنم. تخت بایستا ببینم این زیرش چی میذاشتن دیگه. آهان خب درست کن. بذار اینجا گلو بردارم. آهان آرد من پرسپولیسی هم، هرکی نمیدونه بدونه. خب الان یعنی گوشتا تموم شد. گوشت تموم نشد. برو بینم کاری من با اونا ندارم. زغال یس همین الان داشتم میگفتم کاش که زغال داشتم. میخواستم بگم بیام نزدیک. مقوار داره میریزه. همه چی گیرم اومد. اینم بزنم و برم دیگه. بریم دیزرت تمپل هم پیدا کنیم و کیف الحال. هنو فقط خدا بامده خودت نه ترکه بیاد دو سرمون. یا اول فاز بسه. نه ای خود آسمون رو سرمون خراب شد. خیلی هم خوب. فقط ایونتوریمو اینجوری الکی پر نکنم آجی. اینو ولی نیاز دارم، نمیتونم نگیرمش. یا اول فاز. نه خیلی شما نمیگذرم. خب برام مهم نیست قارم بیاد پایین. ها بیاین. گیر کردم من بین اینا. راه فرار کو. سیستم داره میسوزه یا نه؟ من حس میکنم. من دیگه نمیخوام. نه خیر میخوام. نه شر بکن بریم بابا. اول کی داره میاد زمین؟ تا دنگ به دونگی بخوره همه چی میاد تو زمین. چرا؟ گوشتم داره. اوکی بریم تو راه. اگه خوابمون یعنی شب شدم دیگه میخوابیم دیگه. فقط وایسین تا قبلش. ماهی بمیر. من زورم به ماهی نرسه باید برم. واقعا دارم میرم ببینم. نه خوب تمام شد. گوشتار بده. خوبه نه اصلا خوب نیست. برو بینم. برسم به اون ورش. بخواب سری باش سرعت اول بالا بخواب. نایس. خب سه میفرستم برات. اوکی وات داهه داداش این دست منه. خب بریم دیگه. ما اینا رو نفهمیم. بذار من ایونتوری مخالی کنم. من با ایونتوری پر نمیتونم بازی کنم. شاید پشماتون بریزم ولی من واقعا اینجوریه. بریم. امیدوارم میشه خوب پیدا شده باشه. فکر کنم ویلیج رو تو این پارت پیدا نکنیم. یا برفز. خب تا این پارت رو بگیریم چون دیزرت تمپل که پیدا نشد. ولی تا این پارت باشه یادتون ساب بکنین، کامنت هم بزنین، لایک هم بزنید، بکوبین لایک و این مودو براتون آموزش رو بدم. تا ویدیو دیگه خدافظ.